با سلام. شما با سامانه تلفنی انصراف از یارانه نقدی تماس گرفتید. در صورت تمایل برای انصراف از یارانه نقدی شماره 1 و در صورت تمایل برای دریافت یارانه نقدی شماره 2 را شماره گیری نمایید. هموطنان گرامی، مثل اینکه توجه نفرمودید، عرض کردم شما با سامانه انصراف از یارانه نقدی تماس گرفتید، نه سامانه ادامه دریافت یارانه نقدی. حالا اینکه ما بزرگواری کرده و گزینه دریافت یارانه نقدی را هم قرار داده ایم، دلیل نمی شود که آن را فشار دهید. با توجه به این نکته یک بار دیگر به سوال قبل پاسخ دهید. 100 بار به این فریدون گفتم این گزینه ها رو نذار، حالا عیبی نداره. هموطنان گرامی، شما گزینه دریافت یارانه نقدی را انتخاب کردید. اگر درست نیست گزینه 1 و اگر خدایی نکرده درسته گزینه 2 رو فشار بدید. هموطنان گرامی، مایلید تا فرصت هست کمی به جدیدترین احادیث در رابطه با پاداش اخروی انصراف از یارانه نقدی گوش کنید؟ اگر مایلید شماره 1 و در غیر این صورت شماره 2 را فشار دهید. هموطنان گرامی، ظاهرا شما هیچ رقمه بیخیال یارانه نقدی نمیشید. اگر صحیح هست شماره 1 و در غیر این صورت شماره 2 را فشار دهید. هموطنان گرامی، شما چه گیر سپیچی دادید بلا؟ با اینکه این بار جای شماره 1 و 2 رو عوض کردیم اما مثل که گول نخوردید. ولی حالا که اینقدر اصرار دارید باید به این سوالات پاسخ دهید. فقط مد نظر داشته باشید که خودتان خواستید. دریافت یارانه نقدی نشانه نیازمندی شماست. با این وصف شما جزو کدام دسته هستید؟ شماره 1: من یک آدم بدبخت بیچاره محتاج به نان شب هستم. شماره 2: من یک سرپرست خانواده هستم که توان درآوردن نان شب خانواده را نداشته و دولت کرامت افزا باید جور مرا بکشند. شماره 3: من یک تنبل تنپرور هستم که میخواهم مثل بختک چنبره بزنم بر سر منابع ملی و مثل کنه به آن بچسبم. شماره 4: به من بدبخت عاجز کمک کنید. شماره 5: غلط کردم، من از دریافت یارانه انصراف میدهم. هموطنان گرامی، اگرچه از پشت گوشی دقیقاً معلوم نیست اما مثل اینکه بدجور رفتیم تو لک، درسته؟ اگر تا 3 ثانیه دیگه شماره مورد نظر رو فشار ندید به منزله انصراف از دریافت یارانه نقدی بوده و ضمناً جهت بیرون کشیدن یارانه هایی که تا حالا دریافت کرده اید از حلقومتان اقدام خواهد شد. هموطنان گرامی، شما از دریافت یارانه نقدی انصراف دادید. البته چون این کار رو با زبون خوش انجام ندادید از شما تشکر که نمی شود هیچ. هزینه این تماس به علاوه بخشی از هزینه پیامک‌های نوروزی ما روی قبض تلفنتان اعمال خواهد شد. با تشکر از تماس شما. اگه اهل قصه نیستی ای که